تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق قيم تلوح بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران برنامه امامان وهابی شیعه. الله رو سپاسگزاریم از اینکه توفیق رو نصیب راه ما کرد تا در برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما خوبان و سروران باشیم تا همون گونه‌ای که از عنوان این برنامه مشخص و آشکار هست تلاشی داشته باشیم به همراه شما و گفتگویی در باب تبیین حقیقت تفاوت بین دیدگاه عقیدتی امامان بزرگوار اهل بیت و آنچه که امروزه به اسم اعتقاد وهابیت مطرح میشه و به صورت خصوص بررسی محتوای عقیدتی کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب تا ببینیم که آیا بین اعتقاد امامان بزرگوار اهل بیت و آنچه که در کتاب توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب مطرح شده تفاوتی وجود داره یا نه. هر دو یک صحبت دارند و یک سخن. در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود در برنامه امروز و بررسی آنچه که حضرت مولانا در برنامه امروز برای شما بینندگان عزیز تدارک دیدن. در ابتدا من به نیابت شما عزیزان خدمت جناب مولانا عرض سلام دارم و ادب و احترام و حضورشون در استودیو خوش آمد میگم. خوش آمدید. بنده خدمت جناب علی جناب استاد سلیمانی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما هستم با امامان وهابی شیعه. خدمت از ماست حضرت مولانا. ما در برنامه‌های گذشته عزیزانی که از اولین قسمت برنامه امامان وهابی شیعه پیگیر این برنامه بودن در جریان هستند که برای تبیین حقایق بیشتر و برای اینکه این موضوع کاملا در مجرای علمی خودش قرار گرفته باشه و کسی متهم نکنه دستن در کاران برنامه را به تدلیس و کتمان حقایق، ما نامه‌هایی را ارسال کردیم به مراجع بزرگوار شیعه و به 3 نفر از مراجع شیعه جناب آیت الله جعفر آیت الله العظمی جعفر سبحانی و آیت الله العظمی مکارم شیرازی و آیت الله واعظ طبسی. ایشون هم آیت الله العظمی هستن، من دقیقا نمیدونم. حالا آیت الله واعظ طبسی به هر حال 2 نفر از مراجع که یقینا در مرجع بودن 6 کسی در ایران شک نداره، آقای مکارم شیرازی و آقای جعفر سبحانی، نامه‌هایی رو با این محتوا برای این مراجع شیعه ارسال کردیم و از اونها خواستیم تا برای ما و برای بینندگان عزیز جهت تبیین حقایق مباحثی رو ارسال بکنن و برامون بفرستن. من اجازه بدید در ابتدای برنامه باز هم اشاره بکنیم به محتوای این نامه ها، چون ما منتظر پاسخ این نامه ها هستیم و بیش از 2.5 ماه گذشته و هنوز پاسخی دریافت نکردیم و تا لحظه‌ای که پاسخی دریافت نشه این حکایت ادامه خواهد داشت و ما منتظر پاسخ مراجع شیعه هستیم. همچنین بینندگان عزیز به سوالهایی که در این نامه و درخواست مطرح شده. متن نامه رو احمد جان اگر نشون بدید من همزمان برای بینندگان عزیز هم قرائت بکنم. من از قسمت ابتدای نامه گذر میکنم چون اسمها رو من ذکر کردم برای 3 نفر. نامه‌ای که شما مشاهده میکنید برای آیت الله العظمی مکارم ناصر مکارم شیرازی است و محتوای نامه بدین شأن هست که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم و ذکر نام شخصی که برای ایشون ارسال شده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، با توجه به تألیفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق
و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب التوحید، مهمترین تألیف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12 گانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارض امامان شیعه اثبات نمایید و برای اینکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال صریح، صحیح و بی‌معارض باشد و چنانچه کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی‌بینید، احتراما نظر خویش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاس گزاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه. این محتوای متن نامه ارسالی ما به 3 نفر از کارشناسان و متخصصین آنچه که امروز به اسم وهابیت ادعا می شود از شیعه ارسال شده و بیش از 2.5 ماه هست که این نامه ارسال گشته و ما منتظر پاسخ هستیم همچنان. و چرا پاسخ نمیگویند این رو دیگه خود شیعه باید برای ما پاسخ بده و مراجع شیعه که چرا، آیا خواسته نابجایی در این نامه هست، آیا خواسته هایی که اینجا مطرح شده که کاملا در مجال علمی خودش داره سخن میگه و صحبت میکنه، آیا واقعا اگر انقدر تضاد و اختلاف بین اعتقاد شیخ محمد ابن عبدالوهاب و کتاب مشهورترش کتاب توحید با عقیده امامان اهل بیت و امامان بزرگوار اهل بیت وجود دارد، پس چرا پاسخ این نامه به تأخیر میفته و برای ما ارسال نمی شود؟ ما همچنان منتظر پاسخ مراجع شیعه به نامه هایی که برای اونها ارسال شده هستیم. ما نه 1 بار بلکه 2 بار نامه ارسال شده از طریق ایمیلشون و حتی دفتر جناب آیت الله مکارم شیرازی از ما درخواست کردن که نامه رو برای ما به شکل مکتوب پست کنید و باز هم این درخواستشون انجام شد و نامه پست شد و ارسال گردید و سند قبض رسید نامه به دست دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی هم برای ما رسیده است که ما مطمئنیم به صورت کتبی هم خدمت آیت الله ناصر مکارم شیرازی این نامه ارسال شده و رسیده است، اما چرا حضرت آیت الله هنوز پاسخ نمیدهند علامت سوالی است که برای ما و بینندگان عزیزمون همچنان باقی است. اجازه بدید به همراه شما حضرت مولانا بحث امروز خودمون رو آغاز بکنیم. در ادامه محتوا و مسیر برنامه حضرت مولانا در برنامه گذشته ظاهرا موضوعی نیمه تمام باقی مونده و امروز قصد دارید که تکمیل بکنید. اگر در ابتدا برای ما و بینندگان عزیز خلاصه ای از آنچه که در برنامه گذشته مطرح شده رو بفرمایید ممنون میشیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمندی که این برنامه رو همراهی میکنند مستحضر هستند که ما از ابتدای این سری برنامه ها موضوعاتی رو مانند بناء مسجد بر روی قبر و همچنین نماز خواندن بر سر قبر، این مطالب رو در هفته‌های گذشته به صورت مفصل از کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب و در کنارش از کتاب‌های معروف و روایات اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بررسی کردیم. در هفته‌ای که در این موارد وجود داشت؟ نه به هیچ عنوان، دقیقاً همان مطالبی رو که از زبان محمد ابن عبدالوهاب در کتاب التوحیدشون ذکر کرده بودن، دقیقاً همین مطالب و همین روایات را با همون الفاظ از زبان ائمه بزرگوار شیعه هم وجود داشت که ما برای بینندگان عزیز کاملاً از روی کتاب نمایش دادیم. در هفته‌ای که گذشت، البته 2 هفته قبل، یعنی برنامه قبلیمون که 2 هفته قبل بود، باب 21 کتاب التوحید رو ما بررسی کردیم و روایاتی رو که در این زمینه شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه ذکر کرده بودن که ایشون عنوان باب این هست: باب ما جاء فی حمایت المصطفى جناب التوحید و سده کل طریق یوصل الی الشرک، که
رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام راههایی رو که به شرک منتهی می شود اینها رو بستند و سد ذریعه کردند که مبادا یک منفذی باشد برای این که در میان امت اسلامی در واقع شرکی صورت بگیرد. خود شرک به جای خودش، اما آنچه که احتمال میره شاید انسان رو به شرک بکشونه اون رو هم بله، از حتی راهی که باشه شایبه‌ای داشته باشه منجر به شرک بشود، آنگونه که سابقه داره در تاریخ اسلام، در تاریخ قبل از اسلام و ملت‌های گذشته که بر اثر قبر پرستی نهایتا منجر به شرک شد. تقدیس و غلو در تقدیس و بزرگداشت بزرگانی و اولیاء الله که منجر به شرک شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم مطالب مفصلی رو در این زمینه بیان فرمودند و خصوصا در آخرین روزهای زندگانی خودشون و در همان لحظه‌ای که ایشون در بستر مرض وفات و بیماری مرگشون افتاده بودند، باز همین مطالب رو بیان کردند که مبادا شما مانند یهود و نصارا باشید، اونها رو الله تعالی لعنت کرده زیرا که بر قبور انبیاء خود مساجدی رو بنا می‌کردند. و این روایات رو مفصلا از کتاب‌های اهل سنت و کتاب‌های شیعه برای بینندگان عزیز ما نمایش دادیم. در این باب که در مورد سفر زیارتی برای قبر هست، یعنی بار سفر بستن برای و به قصد زیارت قبور، از این که قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد یا قبر انسانهای دیگر، پیامبران دیگر، اولیاء الله باشند. در این زمینه شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه روایاتی رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل فرمودند. من جمله روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه است در سنن ابو داود که با سند حسن و با راویان ثقین رو روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. این روایتی بود که در کتاب اهل سنت هست. بله، ایشون رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که خانه هایتون رو قبر نکنید، یعنی این که مثل قبر نباشه که در قبر مجالی برای نماز خوندن نیست. و در روایت دیگر حتی کنار قبر، روایت شیعه و سنی رو من مطرح کردم در اینجا که خواندن نماز از نظر شرعی نادرست است. شما خانه هایتون نباید مثل قبرستان باشه، بلکه در خانه های خودتون نماز بخوانید. و من جمله این که نمازهای سنت را، سنت این است که انسان در داخل خانه بخونه. و جعلوا بیوتکم قبلا، شبیه این محتوا رو ما در قرآن کریم. ولا تجعلوا قبری عیدا، و قبر مرا میادگاه خودتان و محل تجمع خودتان قرار ندهید که به مناسبت های متفاوتی برید و برگردید بر روی قبر من. یعنی همون سفر برای زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم. و جالب این است که ایشون در ادامه میفرمایند و صلوا علی، بر من درود بفرستید، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، صلات شما، درود و سلام شما هر کجا که باشید به من خواهد رسید. پس بنابراین نیازی به این نیست که شما بار سفر ببندید. اگر هدفتون از زیارت این است که به من سلام بدید، بر من درود بفرستید، هر کجای دنیا که شما باشید و در هر زمانی که قرار داده باشید شما درود بفرستید، سلام بفرستید بر من، فرشتگان الله متعال این سلام و درودهای شما رو به من میرسانند. پس بنابراین نیازی به خرج و هزینه و بار سفر بستن و تحمل مشقت‌هایی نیست. و این همین روایتی که از ابو هریره هست، این رو علی ابن حسین امام زین العابدین روایت کردن از آبای خودش و از جدش رسول الله صلی الله علیه وسلم. دقیقاً با همین عبارات هست لا تتخذوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا وصلوا علی فإن تسلیمکم یبلغنی این کنتم. این روایتی هست که در کتاب اهل سنت اومده و این همین روایت از حضرت علی رضی الله تعالی عنه نقل شده که قبلا اینو در جلسه گذشته من نشون دادم و امالی توسی نقل کردن، آقای مجلسی نقل کرده و همچنین نوری نقل کرده در مستدرک خودش از امالی شیخ توسی که دقیقاً همین روایت رو ایشون از حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم نقل کردن. پس اختلافی در این روایت بین دو شیعه و سنی نیست. همون گونه که اهل سنت نقل کردن از افراد متعددی، همچنین شیعه هم این رو نقل کردن از امامانشون و از رسول الله صلی الله علیه وسلم با یک محتوا. دقیقاً یک عبارتی هست و یک محتوا رو میرسونه. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه از این روایت نکاتی رو استنباط کرده بودند که یکی از این نکات این بود که نهیه عن زیارت قبره علی وجه مخصوص،
که رسول الله صلی الله علیه وسلم از یک کیفیت خاص زیارتی منع کردن که شما با یک کیفیت خاصی قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم را زیارت فرمایید و اون این کیفیت خاص این است که شما مجبور باشید برای زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم و صرفاً به نیت زیارت ایشون بار سفر را ببندید. یعنی مطلق زیارت من نشده، یعنی. نه، مطلق زیارت منع نشده. صرفاً این که یک انسانی از شهر خودش، فرض کنیم از ایران، از افغانستان، تاجیکستان، هر جای دنیا، فقط و فقط به نیت زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر میکنند. این مشمول این روایت می شود که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لا تجعلوا قبری عیدا، قبر مرا میادگاه خودتون قرار ندید و صلوا علی، هر کجا که هستید بر من سلام بفرستید، درود بفرستید که درود شما به من میرسند. این کیفیت خاص و مورد استثنایی فقط یک موردش را شیخ محمد ابن عبدالوهاب همراه تعدادی از علمای گذشته اسلام معتقد بر این هستند که این عمل از نظر شرعی جایز نیست. چرا جایز نیست؟ زیرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم از این کار منع فرمودند و یکی از دلایلش همین روایتی هست که هم شیعه روایت کردند و هم اهل سنت، مع ان زیارته من افضل الاعمال. این نقطه جای تأمل داره. با این که زیارت رسول الله صلی الله علیه وسلم از دیدگاه محمد ابن عبدالوهاب گفتند که از افضل اعمال هست، این محمد بن عرباب نظرش اینه که زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم از افضل اعمال هست. این دقیقاً خلاف اون چیزی است که گفته میشه الان نسبت داده میشه. دقیقاً ما همین رو میخوایم عرض بکنیم که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه حرفی رو برخلاف اعتقاد امامان چهارگانه اهل سنت و الجماعت و همچنین محدثین و همچنین اصحاب رسول الله و در کنارش اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ایشون حرفی رو برخلاف این بزرگواران به هیچ عنوان نزدن. زیارت قبر رسول الله حتی جزء افضل اعمال میدونه. گفتند که حتی بله دقیقاً این که زیارت ایشون از افضل اعمال است. دوستان اگر نمایش بدن این مطلب را گفتید، در هفته گذشته همین نمایش دادیم این مطلب را. الرابعه نهیه عن زیارت قبره علی وجه مخصوص، یک کیفیت خاص، زیارت خاصی منع شده در روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم. بله، مع ان زیارته من افضل الاعمال، با اینکه زیارت رسول الله صلی الله علیه وسلم قبرشون از افضل اعمال هست. و نقطه پنجم این که نهیه عن الاکثار من الزیاره، نه فرمودند که زیاد به زیارت نیایید. این محتوای همین روایت هست که لا تجعلوا قبری عیدا، که یعنی به معنی بازگشت هست، رفتن و برگشتن هست. این مطلبی هست که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در این کتاب بیان فرمودند و این حدیثی رو که ایشون نقل کردند از ابو هریره در سنن ابو داود و همچنین از مصنف عبدالرزاق بود که نقل کرده بودند این روایت رو، مصنف ابن ابی شیبه روایت علی ابن حسین رو، این روایت دقیقاً در کتاب‌های شیعه در واقع وجود داره. الان ما برمیگردیم به این که ما باید تفکیک قائل باشیم در میان آن چیزی که جایز هست و آن چیزی که جایز نیست. آن چیزی که جایز هست بر روی آن ما حرفی نداریم، نه اهل سنت و الجماعت در میان خودشون حرفی رو دارند و نه شیعه با سنی در این زمینه حرفی رو دارد. اون چیزی که اختلافی در اون اصلا وجود نداره. مطلب اول این که زیارت مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از برترین عبادات هست، از بهترین هست و تشویق آمده و ثواب خاصی رو در واقع داره. مساجد ثلاثه، حرم مکه، حرم مدینه و همچنین مسجد الاقصی، در این هیچ گونه اختلافی وجود نداره، هیچ شکی روش نیست، هیچ شکی نیست. حتی شیخ الاسلام محمد ابن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرماند که اگر کسی سفر بکند برای زیارت قبر رسول الله به اضافه زیارت مسجد رسول الله، این هر دوتا رو نیت بکنند، مسجد رو که زیارت بکنه در کنارش قبر رسول رو هم هر دوتا رو با هم، یعنی در نیتش این باشد که هم من میرم برای زیارت مسجد رسول الله و هم برای زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، میفرماید هیچ گونه اشکالی نداره، جایز هست. این قول ابن تیمیه است که ادعی میگن این رأس وهابیت است و دشمن. بله، ابن تیمیه میگه سفر برای زیارت مسجد رسول الله مجازه بالاتفاق، هیچ گونه اختلافی روش نیست. و سفر برای، یعنی سفری که نیتش
در واقع مشترک باشه بین زیارت قبر رسول الله و زیارت مسجد رسول الله. باز هم جایز هست، هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود ندارد. فقط موردی رو که جای اختلاف هست این مورد هست که کسی صرفاً برای زیارت قبر رسول الله منهای مسجدشون بار سفر ببنده. یعنی کسی الان میخواد بره مدینه منوره، به این نیت میره که من الان میرم مدینه منوره، سر قبر رسول صلی الله علیه و سلم سلامی میکنم و برمیگردم. خود مسجد رو دیگه نیت نمیکنم، نمازی بخونم، عبادتی بکنم و از فضایل مسجد بهره مند بشم. این مورد خاصی که روش صحبت داره. این همین مورد خاصی است که محمد ابن عبدالوهاب گفته که نهی کردند از یک زیارت با کیفیت مخصوص که شما از شهر خودتون، کشور خودتون صرفاً برای زیارت قبر رسول الله منهای مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم بار سفر را ببندید. این موردی هست که شیخ محمد ابن عبدالوهاب و قبل از اون علمای بزرگواری مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و بسیاری از علمای دیگر این را در واقع حرام میدونند. پس حالت داشتیم که فقط یکیش منع شد. اگر کسی به نیت مسجد بره خاص هیچ شکی روش نیست. اگر مسجد رو بره در کنارش هم بگه خب چون به هر حال قبر رسول صلی الله علیه و سلم در کنار مسجد است و الان که داخل محوطه مسجد شده سلامی به حضرت علیه السلام هم میکنه قبرشون. روی این هم حتی شیخ الاسلام ابن تیمیه نظرش اینه که اشکالی نداره. فقط میمونه روی این که فقط کسی به این نیت میره که من فقط قبر رسول الله زیارت میکنم. روی این بحث است. و نکته‌ای که در اینجا وجود داره این هست که زیارت قبرستان یک عبادت هست. در این شکی وجود نداره. دوش اتفاق. زیرا که در این زمینه رسول الله صلی الله علیه و سلم امر فرمودند کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الاخره. من شما رو نهی کردم از زیارت قبرستان، اکنون شما این مجاز هستید بروید برای زیارت قبرستان چون که امر فرمودند و یک منفعتی رو در آن ذکر کردند که شما رو به یاد آخرتون میاندازه. این روایت هم در کتاب اهل سنت و الجماعت هست، روایت ابو هریره هست در صحیح مسلم و در کتاب شیعه هم این رو من قبلا نمایش دادم من جمله کتاب وسایل شیعه که این روایت رو در واقع ذکر کرده بودند. خود زیارت قبور یک کار شرعی هست، یک عبادت هست و عبادت باید با کیفیتی انجام بشود که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان فرمودند. توقیفی است، یعنی توقیفی هست و به منظوری انجام می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو انجام دادند. زیارت قبور به اتفاق شیعه و سنی گونه‌هایی را دارد که حرام هست. گونه هایی هستند برای زیارت قبور که برای یعنی یک نوع در واقع حرمتش قطعی 100%. می‌شنیم که عبادت هم بعضی وقتها حرام میشه. بله، وقتی که نیت اشکال داشته باشه نیت حرام. رسول الله صلی الله علیه و سلم بله رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید من صلی یرائی فقط اشرک. کسی که به قصد خودنمایی نماز بخواند نه تنها عبادتی رو انجام نداده بلکه مرتکب شرک شده. عبادت باید همراه با نیت عبادت خالصانه برای الله باشد و به اون منظوری که در شریعت اسلامی مجاز هست. اگر به خاطر یک منظور در واقع غیر مجاز و غیر شرعی باشد این در واقع درست نیست. همونطور که روزه گرفتن روز عید حرامه، کسی روزه بگیره گناهکار میشه. نمونه هاش من در هفته گذشته ذکر کردم، مانند زیارتی که همراه با گناه باشه، زیارت قبرستان همراه با گناه باشه. روایتی رو من از کتاب اهل سنت و کتاب شیعه آوردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم از کنار قبری رد شدند. یک زنی که بر روی قبر فرزندش نشسته بود و گریه میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این کار منع کردند. اگر به خاطر گریه کردن باشه ممنوع هست. اگر به خاطر فرض کنیم طلب حاجت باشه این ممنوع هست. اگر به خاطر ایجاد یک بدعت باشه در اونجا، ختم جشن گرفتن در اونجا باشه یا به خاطر ختم قرآن در اونجا باشه، خب یک کار بدعت و نادرست هست. اگر به منظور اهانت به قبر بره باز هم یک امر ناجایز. کسی بره اونجا سفره پهن کنه، غذا بخوره و تفریح برای بکنه، تفریح بره، نمیدونم یا برای بی‌حرمتی به قبر بره، اعمالی رو انجام بده که منافی با زیارت شرعی هستن، تمام اینها از نظر عقل و شرع یک امور در واقع ناپسندی هستند. پس بنابراین این عبادت زیارت قبور را باید همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادند و با همان قصد و نیت ما هم باید انجام بدیم. از این روایت
روایتی که من عرض کردم و روایات دیگری که انشاءالله عرض خواهم کرد، این معلوم می شود که در واقع زیارت شرعی یک زیارت متفاوتی هست که جایز هست، هیچ گونه اشکالی رو ندارد. اما زیارتی که همراه با سفر به زیارت قبرستان باشه، این از نظر شرعی یک مطلبی هست که مورد اختلاف است. خیلی ممنون عزیز مولانا. اگر اجازه بدید همینجا صحبت رو نگه داریم به همراه بینندگان عزیز. میان برنامه کوتاه می‌بینیم، برمیگردیم ان شاءالله باز به همراه شما بینندگان عزیز و حضرت مولانا صحبت ادامه خواهیم داد که آنچه که مورد بحث ماست در زیارت پس کدوم بخش هست و در تفاصیلش و تفاوتش در دیدگاه امامان اهل بیت و شیخ محمد ابن عبدالوهاب. همراه ما باشید. بربي مليكي فؤادي اتصل فذاق الأمان وحاز الأمان حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل بربي مليكي فؤادي اتصل فذاق الأمان وحاز الأمل حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل جلال الحياء وعطر النقاء وقلب يناغم حسن الجزاء جلال الحياة لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما شاء الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عليا عبد الله. الله أكبر الله أكبر. حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل قيم تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق قيم تلوح ومنهج و سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران. قبل از میان برنامه حضرت مولانا اشاره کردن به موضوع زیارت قبور و به صورت خصوص درباره مسجد النبی و قبر رسول صلی الله علیه و سلم اشاراتی شد که درباره خود نیت زیارت مسجد که هیچ اختلافی روش نیست، درباره حتی جمع بین نیت زیارت و قبر رسول صلی الله علیه و سلم هم شیخ الاسلام ابن تیمیه و بسیاری از دیگر از علمای اهل سنت روی این موضوع هم جواز دادن و اشکالی نیافتن، ولی روی یک بعد زیارت قبر رسول صلی الله علیه و سلم و تمام زیارت ها به صورت عموم اختلاف نظر روی او هست که در این باب به همراه شما عزیزان داشتیم صحبت میکنیم. حضرت مولانا در این باب مسئله‌ای که اختلاف هست روش در بحث زیارت قبور، این شکل خاصی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب هم اون اشاره کرد که یک شکل خاصی مد نظر هست که روش اختلاف هست، این اختلاف تا چه حدی است؟ آیا این اختلاف در حد فقط مثلا مکروه بودن و به هر حال عدم اولا و اولاست یا نه بحث فراتر از اینه؟ اول به صورت کلی خود بحث زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم
یعنی بحث زیارت قبور یک امر جداگانه هست. بحث زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم و این اصطلاحش زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم یک اصطلاحی هست که در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم این رواج نداشته، متداول نبوده زیرا که عملا چنین چیزی امکان پذیر نبوده. زیرا ما میدانیم قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل حجره بوده، حجره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها، و بیرون نبوده که کسی بتونه که قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم رو رؤیت بکنند، به معنی اینکه زیارت بکنند. و مادر هم اونجا زندگی میکرده و یک دیواری در واقع بین کشیدن در محل جایی که ایشون زندگی میکردن و در میان قبر. و در زمان بنی امیه بیشتر از اون اومدن دیوار دیگری رو اضافه کردن در داخل اون کل حجره رو، در واقع بیگونه ای که یعنی هیچ کسی یعنی امکان این نبوده که برود زیارت بکند قبر رسول الله را، به این معنی که قبر را ببیند. اونطوری که ما میریم قبرستان مثلا قبری می‌بینیم به این شکل امکان پذیر هیچ عنوان در طول تاریخ برای هیچ کدام از صحابه مگر کسانی که محرم بودن میرفتن در داخل از خاندان ابوبکر، مانند روایت حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه که خواهرزاده حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بودن. اما عموم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که بروند بر روی قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم قبر را ببینند چنین چیزی نبوده. اما فقط اصطلاحی که وجود داره سلام بر رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. هیچ گونه اشکال نداره، همان گونه که محمد ابن عبدالوهاب هم گفتن در کتاب توحید، هیچ گونه اشکالی نداره، بلکه جز افضل اعمال هست که شخصی که وارد مسجد النبی شده برود در کنار قبر و در کنار حجره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و در اونجا بر رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام و درود بفرست. این یک مطلب. پس این اصطلاح قبر، زیارت قبر رسول صلی الله علیه وسلم، این اصطلاح با زیارت قبور دیگه متفاوت است، معنا و مفهوم خاص خودش. و نکته دیگری این که در میان متقدمین اهل سنت و الجماعت اختلافی که در این زمینه وجود داشته، خصوصا در مورد سفر برای زیارت است، نه مطلق زیارت قبر رسول الله. عرض کردم این دو قضیه رو باید از هم دیگر تفکیک بکنیم. سفر برای زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، اختلافی که در میان علمای متقدمین اهل سنت بوده، اختلاف در این اندازه هست که آیا سفر برای قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم جایز هست یا ناجایز هست؟ کسی بار سفر ببنده که فقط بره قبر رسول الله رو زیارت بکنه. آیا این کار جایز هست بدین معنی که معصیتی نیست، گناهی نیست، یا اینکه ناجایزه و گناهه، یعنی حرامه؟ اختلاف فقط در این اندازه بوده. یعنی روی این اختلاف نبوده که قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت کردنش، سفر برای زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم جایز هست یا مستحب هست یا واجب هست. در این هیچ گونه شکی نبوده، که اختلاف فقط روی این هست که آیا این زیارت قبر جایز بوده به این معنی که اگر کسی رفت گناهکار نمی شود، یا اینکه ناجایز بوده اگر کسی انجام داد گناهکار می شود. بیشتر موضوع بحث گناهش است الان. سفر برای قبر رسول الله. یعنی این که در میان متقدمین اهل سنت و الجماعت و همچنین هم شیعه بحث میکنم، یعنی ائمه شیعه، کسی معتقد بر این نبوده که زیارت به قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی سفر برای زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم مستحب هست یا واجب هست یا اینکه فرض هست. کسی چنین حرفی رو نزده. اختلافی که بوده این که یکی از گروه میگفتند که سفر برای زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم اشکال ندارد، منتها مستحب هم نیست. اشکال نداره، جایز هست، تشویق هم نمیشه. بله، اما در واقع کسی هم که رفت زیارتش کرد گناهکار در واقع نمیشه. یک گروه دیگر میگه نه، این ممنوع هست و حرام هست و اگر کسی این کار رو بکنن در واقع گناهکار میشود. من این جمله رو از کلام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه بخونم که مطالبی رو داره. ایشون بعد از این که مطالبی رو که در مورد سفر برای زیارت قبور بیان کردن، مانند امروزه که بسیاری از بدخواهان اهل سنت و الجماعت
جماعت و همچنین ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب حرفها رو وارونه میرسونن، قطع و برید میکنند، یا اینکه ایشون یک حرف دیگری رو گفتند و یک برداشت دیگری رو میکنند. گفتند که سفر برای زیارت قبر نادرست است، اومدن گفتند که وهابیه زیارت قبر رو کلا قبول ندارن. این از نظر علمی جایگاهی رو نداره و نکات خاصی هست و مواردی هست که باید تفکیک بشه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه یک فتوایی رو داده بودن در زمانی که در مصر بودن و 16 سال بعد از اون اتفاق یکی میاد و مطلبی رو نقل میکنه که محمد ابن عبدالوهاب زیارت قبور رو جایز نمیدونستن. بله ابن تیمیه. و ابن تیمیه میاد و این کتاب رو در واقع می نویسند که کتاب رد بر اخنایی هست. در این کتاب میگویند که اسم کتاب چی هست؟ الرد علی الاخنایی. الرد علی الاخنایی اسم خود این کتابی هست که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه نوشته و استحباب زیارت خیل البریه از زیارت شرعیه. این کتابی که الان پیش شما خلاصه اون کتاب. نه این خودش کتابه، کتاب رد علی الاخنایی. این کتاب دو تا کتاب در کنار هم هستن. این تلخیص کتاب الاستغاثه است اصل که متن کتاب رد بر بکری هست و این کتاب دیگری هست که در حاشیه و پاورخیش نوشته شده، چاپ شده، کتاب رد علی الاخنایی و استحباب زیارت خیر البریه از زیارت شرعیه. یعنی محمد ابن عبدالوهاب اسم کتابشون این است که زیارت قبر رسول الله با کیفیت شرعی مستحب هست. شیخ الاسلام ابن تیمیه. بله این اسم کتابشونه که اگر کسی به صورت شرعی برود قبر رسول الله را زیارت بکند این در واقع مستحب هست. یعنی این که رفته در مسجد رسول الله مستحب است که برود در واقع زیارت شرعی بکند. اگر کسی بار سفر بس هم به قصد عبادت در مسجد و هم زیارت قبر رسول الله باز هم هیچ گونه اشکالی نداره و این مستحب هست. این خیلی از معتمرین و زیارت تیمیه هست. و میگه والمجیب قد عرفت کتبه و فتاویه مشحونه به استحباب زیارت القبور. میگه کتابای من پر از بیان این مطلبه که زیارت قبور مستحب هست و فی جمیع مناسکه یذکر استحباب زیارت القبور. در تمام بحث کتاب مناسک ذکر میکند که زیارت قبور اهل بقیع و شهدای احد و این در واقع جایز است. و یذکر زیارت قبر النبی صلی الله علیه و سلم اذا دخل مسجده و اینکه هر کسی وارد مسجد شد مستحب هست که برود زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. و الادب فی ذلک، من آدابش رو بیان کردم که چگونه به زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم بریم. و ما قاله العلماء و اقوال علما رو در این زمینه من نقل کردم. و بعد از این و فی نفس الجواب قد ذکر ذلک، حتی در این جوابی که این آقای اخنایی اشکال گرفته در خود این جواب هم اینو من گفتم که زیارت قبر مستحب هست و برای کسی که در مسجد رسول الله وارد شده مستحب هست و جایز هست که برود سر قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. قد ذکر ذلك ولم يذكر قط ان زیارت القبور معصیه. میگه این مجیب یعنی اشاره به خودش هست، من به هیچ عنوان در هیچ جا نگفتم که زیارت قبور معصیته، بلکه در هر جا و به هر مناسبتی گفتند که زیارت قبرستان در واقع مستحب هست. والله حکاه عن احد، من از کسی هم نقل نکردم که زیارت قبرستان معصیته، نه خودم گفتم و نه اینو از کسی دیگر در واقع نقل کردم. بلکه کان یعتقد حین کتب هذا الجواب ان زیارت القبور مستحبه بالاجماع. وقتی که اون جواب رو که 16 سال قبل من نوشتم معتقد بر این بودم که زیارت قبرستان بالاجماع چیکار هست؟ مستحب هست. و اما مطلبی که در اینجا میگه ولم یقل ان هذا معصیه محرمه مجمع علیها، لكن قال، منم نگفتم که این سفر برای زیارت قبور معصیت حرام و مجمع علیها هست. نگفتم که سفر برای زیارت قبور حرامی هست که بر آن اجماع شده. حرف من این بوده لكن قال اذا كان السفر الیها، وقتی که سفر فقط به قصد زیارت قبر باشه، چه قبر رسول الله یا قبر که دیگری باشه. لیس للعلماء فیه الا قولان، در این زمینه دو تا نظر وجود داره در میان علما. در میان علما فقط دو تا نظر وجود داره برای سفر کردن برای زیارت قبرستان. دو تا قول بیشتر وجود نداره. قول من یقول انه معصیه، یک گروه از علما میگن که این معصیته و گناهه. و قول من یقول انه لیس بمحرم، حرام نیست، بل لا فضیلت فیه و لیس بمستحب، گفتند که نه فضیلتی داره و نه مستحبه. سفریه گفتند که حرام نیست اما فضیلتی داشته باشه یا مستحب باشه، یعنی این در واقع نیست. در بحث اصول فقه میخونیم یک اجماعی رو که و که بر دو قول اجماع شده، آیا احداث قول ثالث جایز هست یا جایز نیست.
یعنی علما دو تا نظر بیشتر در این زمینه ندارن. تمام علما رو جمع بکنیم فقط دو نظر دارن. یک گروه از علما گفتند که سفر برای زیارت قبور حرام هست. یک گروه دیگر گفتند که فضیلتی در اون نیست، مستحب نیست، اما حرام هم نیست. دو تا قول وجود داره. ثوابی نداره، گناهی هم نداره. گناهی هم نداره. پس بنابراین کل قولی که در اینجا هست فقط این دو مورد هست. اصلا صحبتی از عبادت و بحث این نیست که ثواب داشته باشه که این اصلا رویش کسی بحث نکرده. بحثی نداره. اصلا چون این دیگه وجود یعنی نداشته اصلا. یعنی که این موضوعش روش هیچ اختلافی نبوده که ثواب نداره. بله. روی این اتفاق بوده. اتفاق بوده. میگه فاذا من اعتقد ان السفر لزياره قبورهم انه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الاجماع. اگر کسی معتقد به این باشه که سفر برای زیارت قبرستان یک عبادت هست و طاعت هست، این خلاف اجماع گفته. بازم موضوع سفر هست فقط، نه خود زیارت. بله، خود زیارت نیست. زیارت رو قبلا گفت که زیارت بالاجماع مستحبه، عبادتی هست، بالاجماع مستحب. اما سفر برای زیارت قبرستان یا حرام هست یا اینکه حرام نیست اما بدون کاری هست، بدون ثواب و بدون فضیلتی. این دو تا قول وجود داشته. هیچ کسی از علمای سلف نگفتند که سفر برای زیارت قبرستان عبادت هست یا سفر برای عبادت قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فلانو در واقع فضیلت رو داشته باشه یا اینکه مستحب است. کسی سفر برای زیارت قبر مستحب نگفته. اما خود زیارت قبر بدون سفر بالاجماع مستحب هست، هیچ گونه اشکالی در واقع نداره. در اینجا میگن و اذا سافر لاعتقاد ان ذلك طاعه کان ذلك محرما بالاجماع. وقتی هیچ کسی از علمای سلف نگفتند که سفر برای زیارت قبرستان عبادت و طاعت هست، اگر کسی به این منظور سفر کرد گناهکار، این خلاف اجماع امت رو در واقع عمل کرده. و در این زمینه مطالب زیادی رو آورده. و این مطلب تنها قول شیخ محمد ابن عبدالوهاب یا ابن تیمیه نیست. علمای بسیاری دیگری بودند که همین نظر رو داشتند. وقتی که محمد ابن عبدالوهاب در زمان خودشون از گذشتگان نقل میکنه که من تا حالا ندیدم که یک عالمی از علما و ائمه اهل سنت بگوید که سفر برای زیارت قبرستان عبادت هست یا مستحب هست یا فضیلتی داره. اصلا وجود نداشته چون این حرفی. اصلا روش بحثی نبود. اصلا بحث سفر برای زیارت قبر اصلا وجود نداشته و کسی از علمای مسلمین و ائمه مسلمین هم نگفته که این عبادت است. اما بحث خود زیارت قبور فزوروها فانها تذکرکم الاخره. غیر از این مواردی هست. به طور مثال امام شعبی که متوفی سال 104 هست، در کتاب معروفی که در این زمینه وجود داره، مصنف ابن ابی شیبه، که در اوایل قرن سوم در واقع یا چهارم ایشان در واقع نوشتن و وفات کردن 210 فکر کنم که یا 300 قرن سوم هستن میکنم، آخر سوم اوایل چهارم. ایشون نقل میکنه از شعبی که متوفی سال 104 است. ایشون میگه که دل من میخواد که بروم برای زیارت قبر پسرم. اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی نمی کردند من دلم میخواست برام برای زیارت قبر پسرم. میگه که قبر پسرشون جای دیگه هست و برای سفر نیاز داره که برود برای زیارت قبر، یعنی سفر بکنه برای زیارت قبر. میفرماید که اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی نکرده بود من میرفتم برای زیارت قبر پسرم. و همچنین از نخعی نقل شده که متوفی سال 96 هست که کانوا یکرهون زیارت القبور. سلف زیارت قبور رو چیکار میکردن؟ مکروه و ناپسند میدونستند. سفر براش. این منظورش همون سفر هست، وگرنه اجماع ثابت شده که خود زیارت قبور در واقع هیچ گونه اشکالی نداره. غیر از این علامه ابن حجر رحمت الله علیه در فتح الباری هم در این زمینه نقل قول کرده از ابو محمد جوینی رحمت الله علیه که ایشون متوفی سال 438 هست که ایشون در نقل میکند از این بزرگوار که هیچ کسی از علمای معتبرین معتقد به سنت بودن سفر برای زیارت قبر نیستند. و در این زمینه موارد دیگری هم وجود داره که علمای سلف در واقع این مطالب را به صورت کلی بیان کردند. خصوصا در کتاب‌های فقهی بحث روی اینه که آیا کسی که برای سفرش خاص برای زیارت قبور هست از نظر شرعی آیا این سفر عبادت شمرده می شود یا سفر حرام هست؟ اگر سفر عبادت باشه معنیش این است که می تواند که نماز رو قصر بکند یا جمع بکند.
اما بسیاری از علما و فقها حتی مثلا به طور مثال مالکی ها معتقد به این هستند که هر کسی که سفر بکند برای زیارت قبرستان این سفر معصیت هست، پس بنابراین برای سفر براش اجرا نمیشه. براش جایز نیست که حتی در سفر نماز رو قصر رو جمع بخونه و این مطالبی هست که فقها در این زمینه اتفاق نظر دارند و این مطالب را به صورت کلی در واقع بیان کرد. حضرت مولانا آنچه که ما مطرح کردیم داریم صحبت میکنیم درباره‌اش همه اشاره کردید شما به آنچه که تمام بزرگانی هم که اشاره کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردن ما را از زیارت برای قبور. آیا غیر از اون روایتی که در ابتدای برنامه شما اشاره فرمودید که لا تجعلوا قبری عیدا، آیا غیر از اون هم استناد میشه به روایت‌هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردن؟ چون همه آنچه که ما داریم مطرح میکنیم اشاره به یک روایتی داره و اصلی داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو دارن منع میکنن. حالا اگر کسی دلیل بخواد که کجا دلیل ذکر شده، چه روایتی رو ذکر می‌کنید؟ یکی از دلایلش همین بود که شیخ محمد ابن عبدالوهاب در باب 21 کتاب التوحید ذکر کردند که لا تجعلوا قبری عیدا، قبر ما را میادگاه خودتون قرار ندید و این روایت یک روایت صحیح هست، هم اهل سنت نقلش کردن و هم شیعه نقلش کردن. غیر از این روایت دیگری هست که بسیار معروفه در این زمینه و علمای اهل سنت و محدثین اون رو ذکر کردن. به طور مثال امام مسلم رحمت الله علیه این روایت را آورده و از تعدادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، مانند عبدالله ابن عمر، مانند ابو سعید خدری، مانند ابو هریره رضی الله تعالی عنه و دیگران این روایت را از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردند. و در کتاب صحیح مسلم که کتاب صحیح مسلم رو دوستان دیدن قبلا، اگر نمایش بدن این کتاب رو، کتاب صحیح مسلم هست. این کتاب دیگه نوشته وهابیت نیست، کتاب معروف اهل سنت و الجماعت هست که بعد از کتاب صحیح بخاری بالاترین ارزش رو در واقع داره. ایشون اومدن در این کتاب در بخش کتاب الحج یک بابی رو دارن، باب 95 هست، باب لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مبادا که بار سفر بسته بشود مگر برای زیارت سه تا از مساجدی که در وجود دارند. این با سند خودش این رو نقل میکند و این روایت از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه است که یبلغ به النبی، که این روایت رو مرفوعا نقل میکند، یعنی اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، نباید که شما شد رحال بکنید یعنی بار سفر را ببندید مگر برای زیارت سه مسجد. مسجدی هازا یعنی مسجد النبی در مدینه منوره و مسجد الحرام یعنی مکه مکرمه و مسجد الاقصی و مسجد اقصی در فلسطین. این سه مورد رو در این روایت اومده که شما جایز هست که برایش سفر ببندید و بروید و در روایت دیگری اومده که اینها ثواب خاصی رو دارن. مسجد الحرام هر نمازی 100,000 برابر هست و در مسجد النبی 1000 برابر هست و در مسجد الاقصی 500 برابر هست و فضیلت داره عبادت در اینها. پس بنابراین به منظور عبادت در این سه مسجد شما می توانید که بار سفر رو ببندید و بروید سفر بکنید صرفاً برای این که من میروم در فلان مسجد اعتکاف میکنم یا اینکه نماز میخونم. غیر از این روایت دیگری هم وجود داره، من عرض کردم از اصحاب دیگری هم نقل شده، مانند روایت حضرت ابو سعید خدری هست. روایت ابو سعید خدری باز هم در کتاب الحج هست و در باب سفر المرأة مع محرم الى حج و غیره. این روایت از حضرت ابو سعید هست. در اینجا حدثنی عن ابی سعید عن قزعة عن ابي سعید قال سمعت منه حدیثا فاعجبنی، یک روایتی رو من شنیدم از ایشون و برای من جای تأمل، فقلت له انت سمعت هذا من رسول الله، آیا شما این رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدید؟ یعنی قزعه میگوید که ابو سعید میگوید که آیا این روایت رو شما از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدید؟ قال فاقول علی رسول الله صلی الله علیه و سلم ما لم اسمع، مگر ممکن است من حرفی رو که از رسول الله نشنیده باشم بیشون نسبت بدم؟ قال سمعته یقول، من از ایشون شنیدم که میفرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تشدوا الرحال. در روایت ابو هریره لا تشد الرحال بود، در اینجا لا تشدوا الرحال به صیغه نهی اومده که این کار رو این کار رو انجام ندید. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، شما بار سفر را نبندید مگر به طرف سه مسجد، مسجدی هذا و المسجد الحرام و المسجد الاقصی.
این روایت هست. و روایت بعدی مناسب با ترجمه الباب هست که لا تسافر المرأة یومین من الدهر الا و معها ذو محرم منها او زوجها. پس بنابراین هم از روایات ابو هریره در این زمینه روایت ثابت هست و هم از حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت ثابت هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد یا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. این همین روایت در کتاب شیعه هم در واقع اومده. روایت در کتاب تفصیل وسایل شیعه هست، دوستان نمایش بدن که این کتاب را بارها نمایش دادیم و این جلد دوم این کتاب هست از چاپی که بنده دارم و در این کتاب دقیقاً همین روایت رو در واقع آورده و نقل می کند که درباره شد رحال هست. و روایت 16 این باب هست. روایت 16 در اینجا بابی رو داریم، باب 45 هست، در کتاب الصلات هست، باب تأکد استحباب قصد المسجد الاعظم بالکوفه. باب تأکد استحباب قصد المسجد الاعظم بالکوفه ولو من بعید و اکثار الصلاة فيه فرضا و نفلا خصوصا فی میمنته و وسطه که در مورد فضیلت مسجد کوفه این روایت را نقل کرده. اما این روایت دقیقاً همان روایتی هست که اهل سنت و الجماعت در واقع نقل کرده بودند، با یک تفاوتی که آقایون این آوردن مسجد کوفه را هم اضافه کردن. اضافه نکردن بلکه مسجد الاقصی را کم کردن، اینو به جایش گذاشتن. روایت از محمد ابن علی هست و از محمد ابن علی ابن الحسین امام باقر هست. محمد ابن علی ابن حسین نقل قال امیر المؤمنین لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. شد رحال و سفر کردن جایز نیست مگر به سوی 3 مسجد به قصد زیارت 3 مسجد، المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الکوفه. و مسجد جای اقصا با کوفه عوض شده. بله، جای اقصا با کوفه رو عوض کردن، وگرنه در اصل روایت که سفر برای زیارت جایز نیست مگر برای زیارت 3 مسجد، مسجد پیامبر در مدینه منوره و مسجد الحرام و مسجد الاقصی بنابر روایت اهل سنت و مسجد کوفه بنابر روایت شیعه که در این زمینه اینو آوردند و نقل کردن و روایت دیگری هم مؤید این روایت در واقع هست. پس بنابراین از این روایت ما میفهمیم که در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردند از بار سفر بستن را مگر برای زیارت 3 مسجد. حالا حضرت مولانا همین می‌خواستیم اشاره بکنید که وجه استدلال چیست از این روایت ها؟ ظاهرش اینه که روایت اشاره میکنه که شما بار سفر نبندید مگر برای 3 مسجد. حالا اینجا صحبت از مسجد هست، ما داشتیم صحبت از قبر میکردیم و زیارت قبور. چطور این دوتا با هم جمع میشه؟ خب وقتی که این حدیث رو با هر دو صیغه‌ای که در این زمینه وارد شده، بله، لا تشد الرحال یا لا تشد الرحال، بیانگر این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم صرفاً سفر برای زیارت قبور را جایز قرار دادند. غیر از این سفر برای زیارت مسجد، سفر برای زیارت 3 مسجد را به قصد عبادت در 3 مسجد را رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز قرار دادند. پس اینجا صحبت از سفر برای یک عبادت هست. برای یک عبادت. اصل موضوع اینه. اصل سفر برای انجام یک عبادت. آیا چه موقع جایز کردیم که خود زیارت قبور یک عبادت هست. در این حدیث اومده که سفر برای انجام عبادتی جایز نیست مگر انجام عبادت در 3 مسجد، مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد الاقصی بنابر روایت شیعه مسجد کوفه. خب در این زمینه ما میدونیم که بسیاری از سفرها جایز هست. از این حدیث این برداشت نمی شود که یعنی شما حق سفر رفتن رو ندارید. شما می توانید که به قصد زیارت خویشاوندانتون سفر بکنید، هیچ اشکالی نداره. ثواب هم داره. شما می توانید که اصلا به قصد تجارت سفر برید، اشکال نداره. شما می توانید اصلا به قصد تفریح سفر بروید. معنی این حدیث در واقع نیست. برای سفر به حج باید سفر بکنه. سفر برای حج باشه، برای جهاد هست، برای سفرهای دیگری هست. منتها این روایتی که در اینجا اومده، قبل از این که ما بخوایم که یعنی حرف خودمون رو از این حدیث بکشیم، برمیگردیم به این که خود
در واقع راویان این احادیث از این چه برداشتی رو داشتند. راویان این احادیث چه برداشتی رو در واقع داشتند. من قبلا قول شعبی رو در واقع نقل کردم که ایشون گفت اگر رسول الله منع نمی کردند از زیارت قبور، من میرفتم زیارت قبر فرزند خودم، پسر خودم رو میرفتم در واقع زیارت میکردم. غیر از این خود اتفاقا هم حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه و هم ابو سعید خدری و هم عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه مواردی براشون اتفاق افتاده که معنی این حدیث رو برای ما به صورت کامل در واقع بیان کردن. من جمله روایتی هست که در موطأ امام مالک هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. دوستان این کتاب رو نمایش بدن. موطأ امام مالک هست. موطأ امام مالک که مالک ابن انس که سر منشأ مذهب مالکی هست، امام دارالهجره هست و ایشون در این کتاب در جلد 1 این کتاب هست و در صفحه 177 باب 59 باب الساعة التي في یوم الجمعه، اون لحظه در روز جمعه که ساعت اجابت هست، وقت اجابت دعا که در روز جمعه هست. در کدام وقت روز جمعه هست؟ در این مورد این روایتی رو در اینجا آورده. روایتی که در اینجا روایت دوم است. حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالک، با این حدیثش از سند ان یزید ابن عبدالله تا آخر در اینجا میرود ان ابی هریره از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه انه قال خرجت الى الطور. ابو هریره میگوید که من سفر کردم به طور، یعنی وادی سینا و اون کوهی که الله متعال بر اون تجلی فرمودن و موسی علیه السلام در اونجا تورات رو در واقع گرفت و میادگاه ایشون با الله متعال بود. خرجت الى الطور، بله، خرجت الى الطور فلقيت كعب الاحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثت ان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. این در مورد همین ساعت اجابت از در روز جمعه. مهم در اینجا این است که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه خرجت الى الطور، من رفتم به طور، یعنی این که در اون زمان مردم سفر میکردند برای رفتن به طور به قصد عبادت. من جمله حضرت ابو هریره رضی الله تعالی این کار رو انجام داده. میگه من رفته بودم اونجا، در مسیرم کعب احبار رو دیدم با این روایتی، با این مطلبی که در این روایت اومده. قال ابو هریره، اون در مورد روز جمعه، فضیلت در مورد روز جمعه هست در ابتدای صفحه که مورد استشهاد ما نیست، فقط در اینجا هست. قال ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه فلقیت بصره ابن ابی بصره الغفاری، من بصره ابن ابی بصره غفاری که یک از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، ایشونو من ملاقات کردم. ابو هریره رفته به طور و در مسیر برگشتش ملاقات کرده با بصره ابن ابی بصره الغفاری. فقال من این اقبلت، بصره از من پرسید که از کجا داری میایی؟ فقلت من الطور، من دارم از طور میام. این رفته بوده برای اینکه تبرکی داره در اونجا یا عبادتی رو در اونجا انجام بده. فقال لو ادرکتک قبل ان تخرج الیه ما خرجت الیه، اگر قبل از رفتنت من تو رو میدیدم مطمئنا نمیرفتی. اگر قبل از اینکه به طور بری من تو رو میدیدم و میگفتی که من میخوام به طور برم دیگه نمیرفتی. لو ادرکتک قبل ان تخرج الیه ما خرجت الیه. چرا؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لا تعمل المطی الا الى 3 مساجد، زیرا که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که ایشون فرمودند که بار سفر بسته نمی شود یا اینکه مرکب آماده نمی شود برای سفر مگر برای سفر به 3 مسجد، الى المسجد الحرام و الى مسجد هذا و الى مسجد ایلیا. اینی که دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است که این حدیث رو در واقع روایت کرده، بصره ابن ابی بصره. و الى او بیت المقدس یشک ایهما قال، در این دو تا لفظ شک داره راوی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند مسجد ایلیا یا بیت المقدس. پس بنابراین از این حدیث این گونه برداشت می شود که بصره ابن ابی بصره که خودش این روایت رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدن، وقتی که ابو هریره رفته بوده برای سفر طور، در بازگشتش میگه اگر قبل از این من تو رو میدیدم تو این سفر رو انجام نمیدادید. یعنی به چه دلیل؟ به این دلیل که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این کار منع کرده بودند، اما حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه از این خبر نداشته و حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه این روایت رو از زبان بصره ابن ابی بصره اینو در واقع روایت میکنه.
در روایت صحیح مسلم که من قبلا اینو روایت کردم و خدمت بینندگان اینو نمایش دادم، یک نکته جالبی بود در اینجا دوستان توجه بکنن و در اینجا میگه که ان ابی هریره یبلغ به النبی، یبلغ به النبی. این احتمالاً به خاطر این است که این روایت رو حضرت ابو هریره رضی الله عنه مستقیما نشنیدن و از بصره ابن ابی بصره اینو در واقع شنیده بودن. خب در اینجا ما این استدلالی کرده حضرت بصره ابن ابی بصره که چون که ابو هریره رفته بود برای تور، استدلال کرد که سفر برای تور به قصد عبادت حرامه. به چه دلیل حرامه؟ به استدلال از این حدیث که لا تعمل المطیع الا الى ثلاثه مساجد، یا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، الفاظ متفاوتی در محتوای. پس بنابراین از این استنباط فهمیده می شود که سفر برای زیارت تنها مخصوص مسجد نیست. هر زیارتی که به قصد عبادت انجام بگیرد در واقع مشمول این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، به استنباط اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، خود حضرت ابو هریره و هم حضرت بصره ابن ابی بصره و هم حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه. در مسند امام احمد رحمت الله علیه روایتی در این زمینه هست نقل شده از حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه، شماره 11609 هست در مسند امام احمد. شهر ابن حوشب اون روایت میکنند، میگوید که در نزد حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه بحث سفر به تور شد، در مجلسش بحث سفر به تور شد و حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه در اونجا گفتند که این کار ممنوع هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم از این کار منع کردند و این روایتش این گونه هست که و ذکرت عنده صلاة فی التور، که نزد ابو سعید خدری بحث نماز خوندن در تور به میان اومد که این جایز هست انسان سفر بکنه بره در تور که محل تجلی الهی بوده و جایی که موسی قرار تورات رو گرفته، آیا جایز هست ما بریم در اونجا به خاطر تبرک اون مکان نماز بخوانیم؟ حضرت ابو سعید رضی الله تعالی عنه فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا ينبغي للمطیع ان تشد رحاله الا اذا مسجد یبتغى فيه الصلاة غیر المسجد الحرام والمسجد الاقصى و مسجد هذا. یکی دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که راوی این حدیث از اتفاقا اونم یعنی این برداشت میکند که این رفتن به تور ممنوع هست، نه به دلیل اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده باشند لا تسافروا الی التور، چون این حدیثی وجود نداره، اما از همین حدیث لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد از این حدیث در واقع برداشت میکردم. غیر از این حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که در اخبار مکه از رقین رو هم آورده در صفحه 304 با سند صحیح همین رو نقل کرده، دقیقاً همین مطلب هست که در اونجا هم حضرت عبدالله یکی میگوید که من میخوام که برم به تور، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میگوید که اما علمت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مگر نشنیدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بار سفر رو نبندید مگر به 3 مسجد برای عبادت در 3 مسجد. پس بنابراین این روایت هم یکی از روایاتی هست که دلالت بر این میکند که سفر برای زیارت قبرستان به صورت انحصاری این جزء مواردی هست که از دیدگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم منع شده. هم این روایت هم روایت قبلی که عرض کردم که لا تجعلوا قبری عیدا و با برداشت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی اصحاب رسول الله حضرت ابو هریره و حضرت عبدالله ابن عمر، حضرت عبدالله ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنهم این روایت رو تعمیم میدادند بر تمام مواردی که به قصد عبادت در واقع انجام میگیره. هر سفری که به قصد عبادت باشه غیر از 3 مسجد، این سفر در واقع یک سفر ناجایز و حرامی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون نهی فرموده. تشکر میکنم حضرت مولانا. اجازه بدید ممنون شما و بینندگان عزیز میام برنامه میبینیم، برمیگردیم ان شاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. 2 بخش پایانی برنامه و همچنین تماس‌های تلفنی شما در مشارکت با ما در موضوعی که مطرح شد همراه ما باشید.
تنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه هو رحمة للعالمين وأجل كل المرسلين الصادق الوعد الأمين صلوا عليه خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه يهفو لنا يا سعدنا يشتاق لقياه بنا أواه فاض حنيننا صلوا عليه رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد أحلى الورى صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه بمحمد قلبي أضاء يا رب فامنن باللقاء من حوضه أرجو ارتواء بين يديه صلوا عليه رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه صلوا على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق قيم تلوح ومنهج. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان عزیزان، همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه و بخش پایانی برنامه در بررسی آنچه که به موضوع سفر برای زیارت قبور مطرح شده در روایت‌های اهل سنت و همچنین تفاوت دیدگاه امامان بزرگوار اهل بیت و آنچه که امروز به نام وهابیت گفته میشه و آنچه که شیخ محمد بن عبدالوهاب در کتاب توحید ذکر کرده بود که نه تنها در کتاب توحید خودش روایت‌هایی که ذکر شد در
مصادر حدیثی اهل سنت هم همین موضوع مطرح شده. من قبل از اینکه ادامه صحبت رو با حضرت مولانا ادامه بدیم، احمد جان شماره تماس بینندگان رو هم زیرنویس بکنین تا عزیزانی که دوست دارن در موضوع برنامه با ما مشارکت بکنن بتونن تماس بگیرن. حضرت مولانا آیا روایتی نیست که اشاره بکنه به جواز زیارت برای سفر به قبور با توجه به اینکه شما اشاره کردید که اختلاف هست بین علما در حرام بودن و حرام نبودنش؟ روایتی که در این زمینه آمده با توجه به مطلبی قبلا عرض کردم در میان سلف صالح، ما کسی رو نداریم که زیارت سفر برای زیارت قبر را سنت دانسته باشند، نه تنها اینکه واجب و فرض ندونستند، حتی ما کسی رو نداریم که سفر برای زیارت قبر را گفته باشند که سنت هست یا اینکه ثواب و فضیلت خاصی رو دارند. حتی قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ روایت صحیحی وارد نشده که قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو اگر کسی زیارت بکند فلان فضیلت رو مثلا داشته باشد، وقتی که به تنهایی نیت بکنه برای سفر، به تنهایی باشه. قبل موارد رو قبلا توضیح دادم. اگر نیت همراه مسجد باشه که جون اشکال نداره، هم سفر برای زیارت مسجد، نماز در مسجد و زیارت قبر باشه جایز هست. سفر برای زیارت قبر مسجد باشه به صورت تنهایی باز هم اشکال نداره، جایز هست. اما سفر به صورت تنهایی صرفاً برای زیارت قبر، چه قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد یا قبور دیگر، این در هیچ روایتی ثابت نیست. و حتی زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورتی که به صورت تنهایی انسان برای سفر برود برای زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، روایاتی که در این زمینه هستند هم از نظر سندی اشکال دارند و هم از نظر متن و محتواشون اشکال دارند و هیچ روایتی در این زمینه به صورت کلی صحیح نیست. این حتی یک روایت که از میان این روایات ما بتوانیم مستحب بودن زیارت سفر برای زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ثابت بکنیم وجود نداره. بدین خاطر است که در میان ائمه اهل سنت و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه محدثین هیچ کسی نفرموده که سفر برای زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم فلان فضیلت را دارد یا اینکه مستحب هست یا فلان ثواب را در واقع داشته باشه. علتش این هست که تمام روایاتی که در این زمینه وجود دارند روایات ضعیفی یا روایات جعلی و موضوع و ساختگی هستند و متن و سندشون در واقع اشکال داره. من فقط چند مورد رو از این روایات رو که بیشتر مشهور هست و مردم بیشتر شاید شنیده باشند این مورد رو عرض میکنم و فقط یک مورد دو مورد رو از اشکالاتی که در واقع دارند. یکی از معروف ترین روایاتی که در این زمینه هست روایتی هست که من زار قبری وجبت له شفاعتی. من زار قبری وجبت له شفاعتی. هر کسی که قبر مرا زیارت بکند شفاعت من برایش واجب میگردد. این روایت را دارقطنی اینو آورده در سنن خودش جلد 2 صفحه 278 این روایت رو در واقع آورده و همچنین بهقی در شعب ایمان و همچنین در سنن کبرا خصوصا جلد 5 صفحه 403 این رو آورده. اما جالب است که خود امام بهقی رحمت الله علیه وقتی که این روایت رو می آورد در سنن کبرا بعد در آخرش میگه هذا اسناد مجهول. سند این روایت یک سند مجهولی هست. این روایت برای وقتی که مجهول هست جز روایتی است که ضعیفه، قابل استناد نیست و یک افرادی هستن در این سند که اصلا ذکر نشدند. ان رجلین اومده در سند این روایت. غیر از این موسی ابن هلال که یک از راویان این حدیث هست و تمام روایاتش برمیگرده به موسی ابن هلال، ابو حاتم رازی رحمت الله علیه دربارش میگه که مجهولن. خود این فردی هم که نام برده شده مجهول است، اضافه بر این که راویان دیگری در این حدیث هست که اصلا معلوم نیست، حتی اسمشون هم معلوم نیست که اسمشون. بله این موسی ابن هلال مجهول العداله هست و افراد مجهول العین هم وجود داره که خود شخصشون هم در واقع مشخص نیست و ذهبی در این باره میگوید که این ابن ابی حاتم اینو در کتاب جرح و تعدیل جلد 8 صفحه 166 گفتن. امام ذهبی رحمت الله علیه میگه و انکر ما عنده حدیث عن عبدالله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا منظار قبری. بدترین روایتش، منکرترین روایتش همین روایتی است که منظار قبری وجبت له شفاعته. و همچنین امام نووی رحمت الله علیه در مجموع شرح مهذب میگوید که و اما حدیث ابن عمر فقد رواه البزار و دارقطنی و البیهقی به اسنادین ضعیفین. دو تا سند آوردند که هر دو تا سندشون در واقع ضعیف هستند و روایتی که در سندش افراد ضعیفی باشند و مجهولی باشند به هیچ عنوان نمیتوانند مستند یک عبادت باشند. عبادتی رو نمیشه از اون ثابت کرد. و جالب این است
است که روایات صحیح تر از اینها رو ما داریم که در اثبات روایت اونها، در اثبات عبادت اونها رو رد میکنیم. این که سندشون خیلی در واقع ضعیف‌تر و ضعیف‌تر هست. این روایت اول هست. روایت دیگری باز هم که بهقی آورده در سنن خودش، باز هم در همون جلد 5 صفحه 403 میگه که من حج فزار قبری. اولی بود من زار قبری وجبت له شفاعتی. روایت دوم من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی. اما خود بهقی در کتاب خودشون میگن که تفرد به حفظ و هو ضعیف. معنی این روایت چی بود؟ هر کسی که حج بکند و در حجش مرا زیارت بکند، زیارت قبر مرا زیارت بکند بعد از وفات من، کان کمن زارنی فی حیاتی، گویا مانند کسی است که در زندگی مرا در واقع زیارت کرده باشه. به هیچ عنوان امکان نداره کسی که بر سر قبرش برود و رسول الله رو زیارت بکنه آیا فضیلت صحابه رو داره؟ آیا صحابی هست که در اینجا کان کمن زارنی فی حیاتی؟ به هیچ عنوان عرض کردم هم سندش مشکل داره و هم متنش در واقع مشکل داره. خود امام بهقی رحمت الله علیه میگه که تفرد به حفظ و هو ضعیف. حفظ ابن ابو داود این راوی این روایت هست که این در واقع ضعیف است و حفظ ابن ابو داود متروک الحدیث. اینو ابن حجر گفته در تقریب التهذیب و مطالب خیلی زیادی در موردش اومده و حتی این روایت هم قابل استناد نیست به خاطر حفظ و اشکالات دیگری هم در متنش هست و هم در سندش هست. و نقول دیگری رو من در اینجا آوردم از اقوال علما که نمیخوام طولانی بشه به خاطر اگر اجازه بدید ما وقت بینندگان یکی از بینندگان منطقه داشته باشیم تماسشون رو. احمد جان اولین بیننده رو برای ما وصل بکنید. سلام علیکم بیننده گرامی. بیننده گرامی سلام بر شما. ظاهرا ایشون رو خط نیستن. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم. برنامه امامان وهابی شیعه بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. خودتون معرفی میکنید؟ شب شما بخیر. نام شما؟ احمد هستم. احمد آقا، نظر شما در این باب چیست؟ در مورد این موضوعاتی که فرمودید خب الان توضیحات کاملی داده شد. بله. که مثلا روایت مختلفی رو که معمولا استناد میکنن گفتن که ضعیفن رو رد کردن. خب آنچه که استاد گفتن که از پیش خودشون نگفتن، وقتی که بحث علمی میشه با دلایل علمی گفتن که ضعیف است. در مورد این مبحثی که ایشون میفرمایند من اولین بحثی رو که دارم میخواستم ببینم این آیه قرآن آیه 64 سوره نساء ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. بله. آیا این در این حکم داخل میشه یا نه؟ بله. سوال بعدیتون؟ سوال بعدی این که ما در مورد سیره و رفتار اصحاب داریم، مثلا حضرت عمر بن خطاب وقتی که بعد از فتوحاتشان وارد مدینه میشن اولین کاری رو که میکنه بر رسول خدا وارد میشه سلام میکنه. خب روی این که ما صحبت کردیم که اشکالی نداره. سیدنا عمر محل زندگیش مدینه بود، شهرش از سفر نکرده، برگشته به خونه‌اش. شما فرمودید که زیارت برای زیارت برگشته بالاخره اومده اولین کاری که کرده. آدم ما صحبت رو خواهش میکنم که به چیز نکشونید این طرف اون طرف. من احساس میکنم شما با توجه به دلایلی که ذکر میکنید استیعاب شما خیلی بیشتر از این باشه که به این موارد اشاره بکنیم. سیدنا عمر در مدینه زندگی میکنه، رفته داره برمیگرده. ما گفتیم لا تشد الرحال. آیا برگشتن به خانه در تشد الرحال داخل هست؟ هستید احمد آقا رو خط؟ بله. خب این رو اشاره برید اگر سوال بعدی هم دارید که مختصرا چون وقت برنامه کم هست. آیه 64 سوره نساء رو فرمودید بهش میرسیم. بعد دلیل بعدی با توجه به سیره کرام صحابه کرام آیا این عمل جایز هست یا نه؟ شما میگید نه، من میگم هست. چون سیره صحابه رو ما روی این که بحثی نداریم با شما. روی این که ما گفتیم جایز است. این که خودشون تو مدینه زندگی میکنن. از ساکنان مدینه امروزه هم اگر کسی به مسجد النبی میره ما گفتیم این عبادت است. الان در مدینه منوره حتی کسی که زیارت میره، عمره میره و میره مدینه منوره، در کنار عبادت در مسجد النبی میره به قبر رسول صلی الله علیه و سلم. در این که ما بحثی نداشتیم. سوال بعدی که داشتم مختصرا بفرمایید. بله مختصر صحبت. نسبت به مطالبی که فرمودید که نظر ابن تیمیه اینطوریه و ما در مقابل نظرات ابن تیمیه نظرات مقابل ایشون رو داریم که اصلا این حرف رو رد میکنن و صراحتا اسم ایشون هم میارن.
که این نظر ایشون که در از بخواد استفاده بکنه ولا تشد الرحال یا علمای دیگه همچون ابن تیمیه پذیرفته شده نیست. مثلا یک نمونه ذکر کنید شما از علمای معاصرین همتراز ابن تیمیه و از ائمه اهل سنت که برداشت دیگر غیر از این کرده باشه. بله مثلا نگاه کنید قسطلانی توی ارشاد الساری بله جلد 2 صفحه 329 حرفی میگه گفتار ابن تیمیه در مورد منع زیارت پیامبر خدا از زشت‌ترین مسائلی است که از بین رفت. یا مثلا شما نگاه کنید دلیل قسطلانی چیست بر این ادعا؟ خب با توجه بالا به توجه اون ادله دیگه که اومده شما صحبت از بحث علمی فرمودید که چون ابن تیمیه گفته وزن نداره، شما خودتون هم در نقل از قسطلانی هیچ دلیل ذکر نکردید. من تشکر میکنم از شما چون احساس میکنم که وقت برنامه بیشتر از این اجازه نده. من تشکر میکنم از حضورتون، وقت کم هست، بینندگان بعدی هم شاید تماس بگیرن، انشالله استاد جواب خواهند داد به آنچه که شما اشاره فرمودید. اگر بذارید من این نکته آخرام بگم. وقت پاسخ هم باید به ما بدید، ما حدودا 7 دقیقه فقط بیشتر فرصت نداریم برای پاسخ. سریع برنامه بعدی تماس بگیرید، انشالله در خدمت شما خواهیم بود. تشکر از شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه امامان وهابی شیعه، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ ممنون، متشکرم. بنده حمید هستم استاد. مقدار بلندتر صحبت کنید، صداتون واضح نیست. بنده حمید هستم، از ایران مزاحم شدم. بفرمایید حمید آقا. ممنونم. خواستم خدمت استاد در مورد موضوع برنامه استاد کتابی هست به نام فضائل اعمال حمید جان من صداشون واضح ندارم، اگر مقدار تقویت کنید. بفرمایید دوباره عرضتون فرمایشتون. الان صدا بهتر استاد؟ بهتره، بفرمایید. بله. از کلام استاد که در مورد همین موضوع برنامه کتابی هستش که این کتاب رو مولانا عبدالحمید هم بهش تقریر زدن و گفتن کتاب بسیار خوبی هستش، در حج این رو حتما همراه داشته باشید و اینو بخونید و استفاده کنید. برید سراغ اصل روایت. بله، مسئله این هستش که در این کتاب که از آقای کاندهلوی هستش ایشون میگن که اتفاقا جمهور علمای اهل سنت بحث شد رحال برای بازرستن به نیت زیارت قبر رسول الله رو نه تنها جایز دونستن، بلکه ایشون که حتی اگر کسی اومد و این کار رو نکرد و زیارت قبر پیامبر نرفت، اصلا واجب بر او که یک بار نیت کنه که به نیت زیارت قبر پیامبر بیاد. یعنی این رو یه جورایی حمید آقا من میتونم از شما بپرسم این جمهور علمای اهل سنت رو شما چند نفر رو اسم برید مثلا؟ بله، من جمهور علمای اهل سنت که خود همین آقای کاندهلوی که آقای مولوی عبدالحمید که ایشون تحقیق زدن این کتاب رو تایید کردن، اجازه بدید نمایش میکنم دیگه. من احساس میکنم سر شما، من احساس میکنم بی‌ادبی به شما نکردم که سر من داد بکشید، نمیدونم چرا ناراحتید. نه شما فرمودید صدا ضعیف، من به این خاطر بلند صحبت کنم استاد، وگرنه من جسارت نمیکنم. من عرض کردم که شما از علمای از ائمه اهل سنت بگذارید معاصرین رو کنار. اگر شما از کاندهلوی صحبت بکنیم نمیتونم فتوی بیارم که کفر شیعه رو ثابت کرده، اما شما برید سراغ ائمه اهل سنت. از امامان اهل سنت آیا کسی هست که گفته باشه جمهور علمای اهل سنت بر این اتفاق دارن یا نه؟ شما صحبت از جمهور علمای اهل سنت کردید. وقتی میگیم جمهور علمای اهل سنت، ائمه اهل سنت هستن مراد. بله بعدم عرض این بود که من حرفم بر اساس صحبت جناب مولوی عبدالحمید، جناب مولوی عبدالحمید از ائمه اهل سنت دلیلی دارید آقای حمید آقا از ائمه اهل سنت دلیلی دارید یا نه؟ من عرض میکنم اگر نداشتن لابد نمیگفتن. تشکر از شما ممنونم از شما حمید آقا. صحبت وقتی که صحبت میکنید میگه جمهور علمای اهل سنت، ما وقتی که صحبتی میکنیم شما دلیل بیارید که فلان عالم فلان عالم فلان عالم. بیننده بعدی سلام علیکم. بیننده گرامی سلام بر شما، بفهمید برنامه امامان وهابی شیعه. سلام علیکم. علیکم السلام. خودتون رو معرفی میکنید؟ من سعید هستم از تاجیکستان برادر. سلام بر شما، بفرمایید. در موضوع برنامه اگر صحبتی دارید در خدمت شما هستیم. در مورد برنامه یک سوال دارم که با برادر عزیز که در مزارها هست، مزارها قبر هست، سر قبر مزارها رو اونها رو آرایش دادن. بله. و در اونها گوسفند ضبط میکنن. بله. بعد من این رو گفتم که این ممکن نیست، از نظر شرعی این جایز نیست. بله. اما گفتم که دلیل از آیت قرآن یا که از حدیث بیار.
بعد همین باره اگر التماس از عبدالقدوس دیخان التماس میکنیم که چشم. حدیث از کدام حدیث نمره چند همین بابت برای ما معین میکرده. دلیل برای عدم جواز، برای جایز نبودنش، برای ضبط کردن گوسفند در قبرستان دلیل برای ناجایز بودنش. ناجایز بودنش. بله. تشکر از شما، ممنونم از تماس شما. امر دیگری دارید؟ تماسشون قطع شد متاسفانه. اجازه بدید که به همین قدر فعلا اکتفا بکنیم چون صحبت ما باقی مونده. بیننده دیگه هم رو خط گرفتیم. احمد جان این آخرین بیننده ما. سلام بر شما. برنامه امامان وهابی شیعه بفرمایید. بیننده گرامی رو خط هستید، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید. ببخشید من یک سوال دارم. بفرمایید، سوالتون رو مطرح کنید. اگر شخص رایو پدرش و مادرش مثلا در راه دور باشه میتونه اگر فرزندی؟ اگر شخصی؟ اگر شخص مثلا پدر مادرش در راه دورتر باشه قابلش نمیتونه که با چشم. گرچه خارج از موضوع برنامه است ولی پاسخ خواهند داد حضرت. چشم. تشکر از شما. نه همین برنامه چشم. الان پاسخ میدن حضرت مولانا، پاسخ خواهند داد ان شاء الله. چشم. بیننده برنامه باشید، ادامه برنامه رو ان شاء الله پاسختون دریافت میکنید. تشکر میکنم از این بیننده گرامی. حضرت مولانا احمد آقا با 64 سوره نساء استناد کردن و گرچه روایتایی فکر کنم پیش شما مونده برای اگر اجازه بدید این مطالب رو به صورت مختصر حداقل عرض بکنم بعد برسیم بریم. روایت سومی که در این زمینه اومده: من جاءنی زائرا لا تعمله حاجة الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامه. خود هر کسی که به زیارت من بیاد و هیچ حاجت و کاری نداشته باشه جز زیارت من، کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامه، بر من واجب هست که شفیعشون باشن در روز قیامت. این روایت رو در واقع طبرانی در اوسط آورده، جلد 5 صفحه 16 شماره 45-46 هست و هیثمی در مجموع الزوائد در این زمینه میگوید که رواه الطبرانی فی الاوسط والکبیر و فیه مسلمة بن سالم و هو ضعیف. مسلمة بن سالم که در سندش هست این یک فرد ضعیفی هست و از این مسلمة بن سالم روایت عجیب و غریبی در واقع در اینجا روایت شده. گذشته از این خود این روایت درباره زیارت بعد از موت یا زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، الا زیارت من امکان داره که در حیات ایشان باشه. گذشته از این خود سندش مسلمة ابن سالم درش هست که یک فرد ضعیفی هست و روایت عجیب و غریبی هم از مسلمة ابن سالم نقل شده که یعنی روایت خیلی 2-3 تا روایت بیشتر از ایشون نقل نشده و این 2-3 تا روایتش هم روایتی هست که با عقل و نقل در واقع تضاد داره. به طور مثال میگه که الحجامة فی الرأس امان من الجنون والجذام والبرص والنعاس والزرس. اگر کسی حجامت بکنه یعنی از دیوانگی و جذام و برص و خواب آلودگی و درد دندان در امان میمانه که امام شوکانی رحمت الله علیه این روایت رو ذکر کرده، میگه اینا روایت باطلی هست. و روایت دیگری که در این زمینه هست: من حج الی مکه ثم قصدنی فی مسجدی کتبت له حجتان مبرورتان، که در این گذشته از این که زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر نشده. یکی از راویانش اسید بن زید جمال کوفی هست که یحیی بن معین در موردش گفته که کذاب هست و امام نسائی در موردش گفته که متروک الحدیث است. روایت دیگری در این زمینه هست که من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، هر کسی که حج بکند خانه کعبه را زیارت بکند و به زیارت من نیاید این در واقع بر من جفا کرده. این رو ابن عدی در کتاب الکامل در ترجمه نعمان ابن شبل آورده و همچنین ابن حبان اینو در کتاب المجروحین خودش ذکر کرده و این روایت رو ابن جوزی در الموضوعات آورده، از طریق ابن حبان اینو نقل کرده و گفته که جز روایات موضوع هست. و امام ذهبی رحمت الله علیه در میزان هم اینو گفته که این روایت یک روایت موضوعی هست. و این فردی که در سند این روایت اومده نعمان ابن شبل که هست، ابن حبان در موردش میگه که یأتی عن الثقات بالطامات و عن الاثبات بالمقلوبات، از افراد ثقه روایت باطلی رو نقل میکنه و از انسانهای ثبت و ثقه یعنی روایاتی رو برعکس مقلوب در واقع
واقع ذکر میکنه و روایتی که عرض کردم به صورت کلی تمام روایاتی که در مورد زیارت سفر برای زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم از روایات یا جعلی هستن، جعلی و ساختگی، یعنی این که هم سندشون اشکال داره و همین که محتوا و متنشون اشکال داره، قابل استناد نیستن، قابل استناد نیستن برای اثبات یک عبادت، با توجه به این که خود این زیارت رو ما تفکیک کردیم که کدام موردش جایز است و کدام موردش جایز نیست. احمد آقا درباره آیه 64 در مورد آیه 64 هیچ گونه اشاره بر این نشده که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند شما بروید بر سر قبر ایشون و از ایشون طلب استغفار بکنید. چون چیزی به صورت کلی نیومد و در تاریخ هم چنین با سند صحیح موردی رو نداریم که کسی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یا از گناهکاران یا از منافقان یا هر کسی رفته باشند کنار قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم و طلب مغفرت کرده باشند از رسول الله صلی الله علیه و سلم. خود این آیه در مورد منافقین هست. خود آیه قبل و بعدش در مورد منافقین هست که الله متعال میفرماد که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اینا که دچار ظلم شدن بر خودشون اگر واقعا صادق بودن می اومدن حداقل در زمانی که شما بودید می اومدن در حضور شما و فاستغفر الله، از الله متعال طلب مغفرت میکردن، یعنی طلب مغفرت از جانب الله متعال و استغفر لهم الرسول، و رسول هم در کنار اونها در کنار اینکه خودشون توبه میکردن رسول هم براشون طلب مغفرت در واقع میکرد، الله متعال توبه اونها رو در واقع قبول میکرد. هیچ گونه اشاره نیومده در این که شما بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم بر قبرشون در واقع بروید. و اصلا عرض کردم که چنین موردی هم در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر نشده و مورد این حدیث صرفا در مورد حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و حتی در حیات ایشان هم، یعنی شرط قبول شدن توبه این نبوده که کسی برود پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع توبه بکنند. اما چون که منافقین در واقع کارشکنی کردند در جنگ ها و جهاد علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم یا در وقتی که در صف ایشان بودند کارشکنی میکردند، این مورد اومده که الله متعال میفرماد اینا به خاطر جبران گناه خودشون، جبران معصیتی که انجام دادن، نافرمانی که میکردن، می اومدن پیش تو معذرت خواهی میکردن، از الله طلب مغفرت میکردن، تو هم عذرخواهیشون رو قبول میکردی، طلب مغفرت میکردی برای اونها، الله متعال توبه اونها رو قبول میکرد و هیچ گونه در واقع موردی بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم نداره، این خاص زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و بعدی رو در مورد گفتند که سیره اصحاب رسول الله ما نداریم، در مورد عرض کردن در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما هیچ موردی رو نداریم که برای زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم سفر کرده باشند. چون این موردی رو نداریم. صحابه به مدینه دلیل گرفتن برای سفر نیست. ما هم گفتیم اگر کسی حتی از مکه از شهر خودش به نیت زیارت مسجد و به نیت زیارت قبر رسول الله برود هیچ گونه اشکالی رو نداره. اما صحابی که رفته فرض کنیم شام رفته به نیت این که به خونهش برمیگردد یا به خاطر زیارت مسجد رسول الله وقتی برمیگرده به خونه خودش معمولا دیگه برمیگرده، در کنار این برود به قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام بگوید و درود بفرستد، هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. از هیچ کدام از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نشده که گفته باشند که سفر برای زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت هست یا مستحب هست. و مطلب دیگری که گفتند که قسطلانی گفته، خب ما عرض میکنیم که ما در میان امامان اهل سنت رو حرف میزنیم. خود قول ابن تیمیه و معاصرین ابن تیمیه برای ما مطرح نیست. اما چون که شما روی این انگشت گذاشتید که ابن تیمیه رحمت الله علیه مخالف با اجماع هست و برخلاف علمای دیگر گفته، ما اصلا سوال میکنیم که قبل از ابن تیمیه از علمای اهل سنت و الجماعت شما بیارید ثابت بکنید که یک فردی گفته باشند که سفر برای زیارت قبر رسول الله یا هر قبر دیگری این مستحب هست یا ثواب داره یا فضیلت خاصی رو داره. اما بعد از ابن تیمیه بسیار از صوفیایی که مخالف فکر شیخ محمد ابن عبدالوهاب بودن، تمام قبر پرستانی و کسانی که بر روی قبرها نشستن از شیعه و صوفیه، نظرشون این است که زیارت برای قبر رسول الله یا هر قبر دیگری که باشه میگن که جایز است. اما اینا برای ما ملاک نیستن. از امامان اهل سنت و الجماعت قبل از ابن تیمیه چه کسانی گفتن؟ امام ابو حنیفه گفته، مالک گفته، شافعی گفته، احمد ابن حنبل گفته، امام مسلم گفته، بخاری گفته، کی گفته؟ و این برای ما در واقع در صورتی که دلیل داشته باشند این حرف رو بزنند برای ما قابل قبول است. عرض کردم که هیچ گونه دلیل و روایت صحیح در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع نقل نشده. هم که ایشون گفتند که کتابی که نمیدونم
نمیده اسم کتاب رو نبردند که چه کتابی هست در آن نوشته شده، بله بسیاری از علمای دیوبند کسانی که در سلک تصوف وارد شدن سفر برای زیارت قبر رو جایز میدونند. ما روی این بحثی نداریم. بحث ما روی این هست که آیا امامان اهل سنت و الجماعت چی گفتند. امروزه هر کسی که قبر و بارگاهی رو ساخته قطعا برای قبر و بارگاه خودش هم فضیلت‌های خیلی زیادی رو داره و خوابهای خیلی زیادی رو دیده، مردم رو تشویق میکنه برای اینها برای ما ملاک نیستند. اگر تمام علما امروزه هم جمع بشوند و بگویند که بله این نظر ما این هست، اینا برای ما معتبر نیستند مگر زمانی که از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم دلیلی در این زمینه داشته باشند. نه علمای دیوبند، نه علمای بریلوی یا هر گروه دیگری که در این زمینه حرفی رو زده باشند، حرفشون بدون از حرف رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع قابل قبول نیست. و عرض کردم که هیچ کدام از صحابه رسول الله، هیچ کدام از ائمه اربعه، هیچ کدام از ائمه محدثین تا حالا این حرف رو نزدند که سفر برای زیارت قبرستان این فضیلت دارد یا اینکه مستحب هست یا سنت و واجب و فرض باشه، چون این چیزی رو ما ملاک نداریم. امروز اگر کسی حرفی رو بزند این برای ما دین در واقع شمرده نمیشه. و همچنین ذبح کردن گوسفند یا حیوان دیگر بر روی قبر، این به الله متعال میفرماید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. ذبح و قربانی یک نوع عبادتی هست که انجام میگیرد و عبادت رو صرفا برای الله متعال باید انجام بدهیم. و ذبح بر روی قبر یا جایی که محل عبادت در واقع نیست یا حتی بالاتر از این وقتی که به نیت صاحب قبر در واقع باشه یا لغیر لغیر الله باشه، اون دیگه به طریق اولا در واقع حرام هست و ناجایز هست. بیننده آخرم پرسیدن که کسی که فرزندش یا پدر و مادرش در شهر دیگری فوت کرده میتونه بره برای زیارت؟ این قول در واقع شعبی بود که گفته بودن اگر که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع نکرده بودن من میرفتم برای زیارت فرزند خودم. اگر شما اتفاقا رفتید برای به اون شهر رفتید کاری رو داشتید اشکال نداره، از اونجا میتوانید برید برای زیارت قبر خویشاوندی که در اونجا دارید. اما این که صرفا نیت شما سفر برای زیارت قبر باشه بنابر روایتی که عرض کردم این از نظر شرعی نادرست است. فقط یک نکته کوچیک تا رفع پام میشه، مراد از سفر چی است؟ آیا کسی از این ور شهر میره اون ور شهر اینا هم در سفر داخل نه، در خود شهر هیچ اشکالی نداره. فرض کنیم شهر تهران با این عظمت و گستردگی که داره اگر کسی از شمال بخواد بره تا جنوبش تا قبرستان تهران هیچ گونه اشکال نداره، ولو اینکه چند ساعت هم تو راه باشه. این اسمش سفر نیست. سفر این است که شما از شهر خودتون خارج میشوید به گونه‌ای که در عرف هم به شما اسم سفر گفته میشه، مسافر بگن. از شمال تا جنوب تهران که کسی برای نمیگن که رفته سفر مسافرت هست، بلکه در داخل شهر است. در داخل شهر هر چند که شهر هم بزرگ باشد رفتن برای زیارت قبور سفر برای زیارت قبور نیست و این از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز است. جزاکم الله خیر. ازتون تشکر میکنم از اینکه وقتتون در اختیار ما بینندگان عزیز گذاشتید. همچنین از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر میکنم. موضوع ادامه خواهد داشت در موضوعات دیگری و بحث‌های دیگری در برنامه بعدی و عزیزانی که صحبتی دارن و به هر حال نقدی دارن برای آنچه که گفته شده، اگر امروز برنامه فرصت نشد تا صحبتشون رو گوش کنیم میتونن در برنامه بعدی ان شاءالله تماس بگیرن و مسائلشون رو مطرح بکنن. تا برنامه بعد به شما خوبان و عزیزان رو برای همتون میسپارم. الله یارو نگهدارش. ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.